شت what the fuck بچه ها. وای 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 وای. دوستان من کاری ندارم که این گیم ترسناکه و قراره توی این گیم برینیم به خودمون. قضیه که این گیمو ترسناک تر میکنه اینه که بازی که ما الان قراره بازی کنیم، یعنی گیمی که الان قراره گیم بزنیم، گیم پلیشو بریم براتون ضبط کنیم، بر اساس داستان واقعی ضبط شده و این است که قضیه رو به شدت تغییر میده و قرار حسابی حس حال یه حال دیگه ای بده بهمون. آقا جان بریم که داشته باشیم این گیم پلی عجیب غریبو. 12 جولای هوا به شدت گرمه حاجی. اینجا من دارم میپزم تو اتاق واقعا. خب اینم از داستان بازی براتون ترجمه شد توی ادیت اوکی میکنم. What the fuck این چه صدای انیه. خفه شو. ترجمه شو براتون توی ادیت اوکی میکنم. حالا خودم که حالیم نمیشه ولی بخوام یه خلاصه از این گیم بگم، قضیه اینه که خانواده یه بچه حدود 14-15 ساله رفتن مسافرت و الان اون بچه تو خونه تنهاست. بریم که داشته باشیم که ببینیم برای این بچه باهوش و خرخون قرار چه اتفاقی بیفته. وای 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 یا خدا. همین الان داریم باگ میخوریم. واجه نگاه هیچ کاری من نمی کنم، میپره هوا. قضیه چیه من نمیفهمم. اوکی مای مام، مادرمون پیام داده. مادر ما پیام داده. مادر چی گفته است؟ Of the no need to over unintentional checking the freight. نشته که نه چیزی سفارش نده. برات غذا پختم، صبح برات غذا پختم. یخچالو چک کن. الان داریم میریم که یخچالو چک کنیم. دوستا من اینجور میرم پایین که یه وقت باگی نخوریم، چون این گیم پر از باگی و باگ‌های متعدد به شدت زیاد است. اوکی لازانیا اینه. به به شاید مکرونی ها، ولی خب با چی کارش کنم الان؟ بذار رو گاز. غیب شد. کرد تو فر هیچی. از بس رو گاز غذا گرم کردم یا خدا فر چه صدایی میده آجی برگام. باخت داشته که من همیشه دوست دارم با چی میگن، با غذا خوردن تلویزیون ببینم و ما هم میریم که
بهش تلویزیون بدیم. تلویزیون روشن شد، بشینیم تلویزیون رو ببینیم. آقا به به چه زیبا. هولی شت وات د فاک بچه ها. وای پرام، چرا پرام ریخه؟ اون یارو کی بود؟ تو کی بودی دادش رفتی اون بالا؟ نگاه واقعا من جای یا ابوالفضل، من جای این یارو بودم، یاروی چرس من جای این شت. باگاش اصلا آدم رو سکته میده. یادم اومد که باید برم مشقامو بنویسم. رولا مرد رولا. چرا اینقدر بد میره بالا آجی؟ باید چه اتفاقی افتاد؟ دوستان متاسفانه برامون مشکل پیش اومد. صبر کنید. چه اتفاقی بود افتاد؟ چرا یه صدای عجیب غریب یهو از کامپیوتر در اومد، بعد ویدیومون قطع شد. خب کی بود پیام داده؟ مهم نیست، میریم که درسمون رو بخونیم. آقا درس همیشه توی زندگیتون به درد نخورترین آیتمی بوده که وجود داشته. خرخون رو نگاه کن، خدا وکیل اصلا ما اصلا نمیدونستیم درس چیه. یا ابوالفضل تو تا 12 شب داشته درس میخونده. باری کلا هنوزم مهتاب صبح نیست. مادرش پیام داده، مای مادر پیام داده، مادرمو پیام داده، نوشته که don't stay up to light your kids. I get her from Mr. تایمشو فقط فهمیدم که به معنای زبان بود، زمان ببخشید. ما بریم بخوابیم. در هر صورت این خواب خوشی که الان داریم میبینیم قراره تبدیل به یه کابوس خطرناک شه. حاجی گیم رو اسپیدران کردیم. ساعت 1 شد. شیت میگه که تشنه شه. ما مجبوری ساعت 1 شب بری تو یخچال آب فرداری بگیرم فوشت بدم. آبتو بخور سری بارو، جون مادرت آبتو بخور سری بارو. یا ابوالفضل یا خدا یا خدا. حاجی الان این گیم ترسناکه، بعد علاوه بر این که این گیم ترسناکه، یا خدا سایه دیدم. و گیم ترسناک باعث عرق کردن میشه قاعدتا. و اینکه الان من عرق کردم همزمان گرمم هست. یا what the fuck چرا رفتم تو سقف. عالیه دوستان، این گیم عالیه، حتما نصبش کنید. حرف نداره. مامان بهمون پیام داد. چرا ما چی شد؟ چرا زیر تختیم ما؟ میشه برای من توضیح بدید؟ گوشی خاموش شد. امیدوارم که ضبط ادامه داشته باشد. اوکی ضبط ادامه داره دوستان. ما رفتیم زیر تخت. چرا؟ یا خدا، این یارو که دمه در
حاجی این یارو what the fuck چیه what the هیچی بیخیال. آقا یه بند خدای اومده دم در گدایی کنه، معتاد چیزی بوده میخواد بیاد بخوابه، لازم نیست نگران باشی. الان چرا داریم میریم پایین؟ چرا الان باید بریم پایین رو چک کنیم؟ این منطقی نیست دیگه. اون کاری با همون نداره، به من باش کاری نداشته باشیم، بخوابیم سر جامون راحت زندگیمونو کنیم. نظرت لطفاً، یعنی خواهش میکنم دوست عزیز. الان من یه چیزایی میبینم که نباید ببینم، بعد میرینم. میدونی قضیه چیه دیگه نه؟ اوکی، مامان 4 تا پیام داده. این پیام مامان رو دریافت میکنیم و عقبکی میرم، سرمو میندازم پایین، صدا هم میاد، ما کاری با صداها نداریم. میریم زیر تخت و گوشیمون رو چک میکنیم مامان چی گفت. مامشته پلیس فلان. هولی شت دوستان، هولی شت دیگه قشنگ. من دوستان ویدیو جالبی بود. نه ویدیو بازی جالبی بود. امیدوارم که بازی لذت برده باشید. ادامه بدیم. داش نگاه، بیا منطقی باشیم. درست دور نوشته که صدا پا اومد قشنگ. وای جون مادرت زنگ نزن، من حالت ریدم تو خودم الان بیشتر میریم. لامپ روشن شده. وای 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 بیا من اینجا میرم. در چرا بسته نمیشه؟ وای 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 اومد. میریم زیر تخت. قایم میشیم. پلیس، آقا پلیسه، آقا پلیس نوکردم. کی زنگ زد پلیس؟ اگلیم بای ریالی میگه که این گیم واقعی بود. آقا پلیس چرا داریم پرواز میکنیم؟ هیچی نبود دوستان، آقا پلیسه بود.